ما در نزد نخب چین قرار داریم که حدود 1 کیلومتر مسافت دارد و وقتی که از این عبور میکنید بعد به نخب استقلال میرسیم. بله ببینید راه در اینجا بسته است و ترمه که میفرن راه را کاملا قطع کردن و حرکت ماشینا کاملا ناممکن شده است. با وجود آنکه تکنیک‌ها تلاش میکنن که این راه را تخت هموار کنن، ولی ببینید حتی امکان فنی رسیدن به این مشکل هم خیلی مشکل شده است. بنابر بلندی برف عملیات نجات در اینجا با مشکلی روبرو شده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده از این قبل گفته بود که در نتیجه فرآمدن 50 ترمه در راه دوشنبه خوجند روز 28 ژانویه راه در قسمت کیلومتری 51 تا 71 بسته شده است و بیشتر از 100 ماشین بند مانده‌اند. از آن روز تا کنون 800 نفر را از مکانهای خطرناک بیرون کردند. 100 ماشین بارکش و 150 ماشین سبک‌رو نیز به جای بی خطر انتقال داده شده است. سحری از ساعت 3 شب حرکت هر دو سمت به تامین بود. وقتی که از ساعت 5 سحر بارشات برف شدید گشت، خوف ترمه‌فرویی بسیار شد و ترمه بسیار فرآمده ایستاده است. ترمه ها برای همین موقتا در همین ساعت حرکتی وسایل نقلیه قطع گرداندیم. به ما امکان داد که تا 65 کیلومتر دوشنبه خوجند رویم، اما در نزد چشم ما هر زمان ترمه کنده راه را بند می کرد. آنهایی که از نزد حادثه هلاکت آدمان به این طرف راه آمده بودند میگویند هر لحظه وضعیت سخت‌تر می گردد. ترمه فرآمده ایستاده. اونجا نگاه میکنیم که ترمه میخوام بعد ما یا عقب یا عبارات کتی گذاشته خطا میکنیم خطا ما را. من نگاه میکنم میگم گذر این میگذرد، بعدی من همین 5 دقیقه به یک حوض همین تراکتور گیرد یک چند نیم ساعت شو رفتنش الکی 5 ترمه کلون فرآمده. این یک تاش به اینجا. برای نجات مردمی درمانده در بین ترمه تمام هیئت نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و راهسازان شرکت آیرس سفربر شدند. از مردم خواسته شده است که تا زمان باز شدن راه که سنه دقیقش معلوم نیست از سفر به این سمت خودداری کنند. صدها مسافران از دو طرف راه در ایستگاه هوشیاری منتظر به اعتدال آمدن وضع آب و هوا ماندند. در نتیجه ریزش ترمه در سراسر راههای کوهستانی تاجیکستان تا کنون 8 نفر کشته شدند. دهها راه خرد و بزرگ بسته ماندند. مقامات میگویند راه دوشنبه خاروغ نیز در چندین جای بسته است و تنها در راه اشکاشم خاروغ 36 ترمه مشاهده می شود. مقامات بدخشان میگویند پاکسازی راه با جلب راهسازان ادامه دارد، ولی معلوم نیست که کی راه برای حرکت باز می شود. میرزانبی خالقزاد شادمان یتیم، رادیوی آزادی، میخوره ورزاب، دوشنبه.